مادرم از دست تو مرد. من دیگر اجازت نمیدهم که به این عائله ضرر رسانی. دعا کن که مادرت خوابیده باشد میگه. وگرنه از دست مادر دیوانت نجات یافته نمیتوانی. تو چی کار میکنی؟ دیوانه ای چی کار میکنی؟ میوگه گفته دخترم. میوگه یک طرف ایستا دست نرسون. میوگه خواهرکم. میوگه نفس کش. میوگه دخترم. پدر دخترم دست نرسون. میوگه خدای من چی کار کردم؟ در اینجا چه گپ است؟ پدر دخترم در اینجا چه گپ شد؟ پدر وای اما امبولانس رو گرفته برای دخترش پخش میکرد. قریب رو میکشت پدر. نه این خیلی نیست. موگه زود رفت آب بیار. موگه دخترم. موگه مرا ببخش دخترم. من نمیدونستم دخترم. من نمیدونستم که این توی دخترم. موگه پدر دخترم. بنوش دخترم. تمام دخترم بنوش. موگه یک قوت هم بنوش دخترم میگذرد. موگه تمام گذشت. چی گپ شد در اینجا؟ حاضر گفتم که پدر خدایا توبه اما امبولانس رو گرفته برای میوگه پخش میکرد. با فکرم دخترش رو کشتن میخواست. این راست است. دخترم من نمیدونستم دخترم. اینجا بیا جانی من. اینجا چرا من بیا دخترکم. ببخش مرا. کجا من میترسم. مرا ببخش تو چه کار کردی میگویم؟ اکا جان من فکر کردم که افسون است. چی؟ افسون گمان کردی؟ تو چی دیوانه ای مگر؟ یعنی که تو مرا کشتن میخواستی همین طور؟ نه تو از من چی میخواهی؟